رهایی 3 مهاجر تاجیک از غلامی جامعه تاجیکستان را که قریب هر خانواده‌اش حتما یک یا دو عزیزش در مردکاری‌اند سخت تکان داد. خزیین روس برای آنکه پول کارشان را ندهد این مردکاران را بندی کرده با پای یکی از آنها حتی از تفنگچه تیر زده است. این قصه تلخ شاید بسیاری ها را به اندیشه وادار کرد که این سیل پولی که از روسیه می آید در غربت در عوض چی عذاب و عقوبت و حتی جانبازی های قطره قطره به کف مردکاران تاجیک می ریزد و در وطن اینقدر آسان و بی‌پروا و بهوده و بیهوده خرجش می کنند. در مسافرت میتوان گفت گل سر سبد قشر قابل کار اهالی تاجیکستان تحت تعقیب پیوسته پلیس و خدمات مهاجرت و دهها نهاد دیگر قانونی و نیمه قانونی روس که هر کدام میخواهد از حساب روشن و جمشودها حقی برای خود بستاند قرار دارد. سالها در یک شرایط بی‌حقوقی و پر از محرومیت و زیر تهدید حمله قومگرایان روس به سر میبرد و این همه فشار پیوسته روانی و جسمانی این قشر اساسی قابل کار تاجیکستان را الکی به یک نسل مریض تبدیل داده است. با گفته کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک روسیه اگر حتی در کرمل ساختار شود در آن حتما تاجیک نیز آسیب میبیند. اخیراً در یک رعد و برق در یک روستای دوردست کالوگا باز هم تاجیک جان باخته است. همین طور در صدمه اخیر متروی مسکو 2 تاجیک اشوربای حییتوف و بختیار مولانوف کشته و 4 تن دیگر زخمی شده 24 ینوری سال 2011 در ترکش فرودگاه دامادیدو نیز 3 تاجیک جان باخته بود. در مجموع هر سال در روسیه بیش از 1000 مهاجر تاجیک به علتهای مختلف به زندگی پدرود میگویند. اکم دوست می‌داشتم. چیزی میگفتم میآورد. مثلا چی میگفتی بیشتر؟ چی وعده میداد برای خودت؟ چی میآورد از روسیه؟ یا پلانشت گفتم او را آورد. تلفن قطعی گفت زدم. پلانشت گفتم چی بیار گفتم یا بچه امکیان پلانشت گرفته بود. حواس کردم با پلانشت بیار گفتم با آورد مادم. عبدالحمید که 16 سال دارد دیگر نمیداند که اگر چیز دیگری هوسش کرد آیا به جای اکش کی برایش خواهد آورد. مگر اینکه سال بعد خود او هم به ارتش مردکاران تاجیک در روسیه پیوسته جای خالی شده برادرش را پر کند. از این رو این همه نقشه‌هایی که در تاجیکستان با امید پول مهاجران میکشند نقشه‌های خیلی آسیب پذیرند و اگر خدای نخواسته عزیزی به مهاجرت رفته آنها در روسیه کار نیافت مریض شد در روی خط سیاه افتاد و اخراجش کردند و یا از آن بدتر با پول قرض به روسیه رفت و در فرودگاه آنجا معلوم شد که حق ورود ندارد و بدتر از همه مثل بختیار یا اشوربای اجلش را در مسافرت پیدا کرد. این همه نقشه های عزیزان در وطن مانده این مهاجر بدبختانه نقشه براب می شوند. با گفته کارشناسان وابستگی شدید تاجیکستان از پول مهاجران در صورت به یگان طرف منفی تاب خوردن این قرطه از سوی مسکو که در سالهای اخیر از قرطه مهاجران هرچی بیشتر و بیشتر برای تحمیل خواسته های خود بالای کشورهای پساشوروی استفاده میبرد میتواند نه فقط بر خانواده های علاهیده بلکه به اقتصاد تاجیکستان در عموم تاثیر سخت منفی گذارد. هر یک نوع کاهش یابی ضرر منفی به اقتصاد جمهوری تاجیکستان و افزایش این مبلغ‌ها یعنی زیاد شدن مبلغ‌ها و انتقالی مبلغ‌های از مهاجرت مهنتی سبب بازم افزون شدن و رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان هم معنی دارد. اما در حال حاضر در تاجیکستان وابسته ترین کشور دنیا از پول مهاجران پول فرستاده این قشر شرق اساسی عروبه اقتصادش باقی میماند و تقریباً همه در این کشور از عزیزان مهاجران تا فروشنده های بازارهایش از حمالان فرودگاه تا منصبداران فاسده که نیز از حساب همین مهاجران یک چی نیمچی کار میکنند همه به امید آش دیگ مهاجر ترب میتراشند. همین طور رسته حولی و منزل‌های نوی که هم در شهر و هم در روستاهای تاجیکستان سر هر قدم قامت می‌افرازند اکثراً از پولی است که مهاجران می‌فرستند. تاجران چی در بازار متا و چی در ماشین بازارها که در این موسم سال قریب خریدار ندارد همه نیز رو به رحم تیر ماه نشستند که مهاجران تاجیک از روسیه به اصطلاح سرو برگردند و رونق بازار آنها را هم تأمین کنند. خریدار ما بسیارش همش حساب مثال فرستادن مبلغ حساب مسکو مثال اساس می‌گیریم حساب مهاجر هستند
این جهت هم مثلا تاثیر منفی رسیدگی است اون، چون که مثلا ما کلینتایی که داریم که مثلا خریداری هستن که مثلا شوهرشون برادرشون در شهر مسکو کار میکنن، مبلغ میفرستن. بعد ما گفتن که مثلا خیلی طرف پول روی نکردستن، همین صبح خیلی کم طرف سودای ما با تاثیر رسیدگی است. های بو آنده در با سودا ممکن خیلی سوسر شود. پیوندان مهاجران در تاجیکستان نیز پیوسته شب و روز میپایند که اولا با دیدار عزیزان دور افتاده خود برسند، ولی همزمان هر کدام الکی برای در کجا صرف کردن پولی که پدر یا برادر آنها از روسیه خواهد آورد نقشه خود را کشیده است. کودک این مهاجر شاید فکر دارد که از این پول برای خود کامپیوتر یا پلنشت و یا تلفن موبیل بخرد. همسر یا مادرش حتما نقشه های بزرگتر دارد و شاید میخواهد خانه نو بیاندازند یا خانه کهنه‌شان را ترمیم کنند. یا مرده که میان 6-7 سال شد روسیه میروه، میان همین خانه را ساختیم، با دورنی خانه را ریمون کردن در کار، آینده در همین گردوانه را محکم کردن در کار، چولوب کردن در کار. البته نفران پرخرج هم هستند که کارگر خانواده هنوز در روسیه از بازار و مغازه ها به یگان پشت پولش را تیرماه میگیری گفته به طور نسیه نه فقط ارد و روغن و گوشت که ضرور است، بلکه توپ متا و حتی تیلاوار میگیرند و مهاجر بیچاره را هنوز از مردکاری برنگشته تا بناگوشت در گرداب قرض غرق میکنند. و باز نقشه خریدن 100 متا و حلقه طلا و مثل این دیگر کمبودی های روزگارشان را به زمان بازگشت مردکاری خانه میگذارند. اما از حالا معلوم است که در سال 2014 رکورد یک سال پیش که از روسیه به تاجیکستان بیش از 4 میلیارد دلار آمد تکرار نخواهد شد. بانک ملی تاجیکستان خبر داد که انتقال پول از روسیه الکی کاهش یافته، در 3 ماه اول 502 میلیون دلار وارد شده است که نظر به عین دوره سال گذشته 13% یا قریب 70 میلیون دلار کمتر است. در مقیاس سال حجم پول مردکاران تاجیک بنا به حسابها میتواند تا 1 میلیارد دلار کم شود. این به معنی است که اجرای نقشه های قشرهای مختلفی به امید پول مهاجران نشسته به مبلغ 1 میلیارد دلار حداقل در سال روان در هوا خواهد ماند. هزاران خانه‌ای که باید ساخته میشد ناساخته میماند. هزاران ماشینی که باید به این مردم میفروختند در دست فروشنده‌هایش خواهد ماند. همینطور منصبداران فسادکار هم یک مدت دو دست در بینی میمانند و عزیزان این مردکاران که کیهان نقشه کجا صرف کردن پول این مهاجر را کشیده بودند ناچار نقشه جهانیشان را دستی کم 1 سال دیگر عقب خواهند انداخت. اگر پول رو نکنه میشه هم خیلی زندگی قین درجه. اما علاج این نیست. چند است در تاجیکستان این مسئله مطرح می شود که حکومت باید سبقت‌های بیهوده چون ساختن میله‌ای در دنیا بلندترین پرچم و مصرف میلیون ها دلار به جشن‌های پردبدبه را بس کرده از پی ساختن کارخانه‌های صنعتی شود و اقلاً به تدریج یک قسم این ارتش مهاجرانش را در وطن با جای کار تأمین کند. با عقیده اقتصاددانها دوشنبه در کوتاه مدت می تواند هنوز روی پول مهاجرانش از روسیه حساب کند، ولی نه در بلند مدت. چون که روسیه نیست، چون هر کشور دیگر منفعتدار نیست که هر سال میلیاردها دلار پول کارکرده مهاجران از قلمروش بیرون رود. فدراسیون روسیه همکنون سیاست اقتصادی خود را تغییر داده ایستاده. چطور؟ یعنی سیاست اقتصادی اون است که اون مبلغ‌های انتقالی نه تنها به جمهوری تاجیکستان بلکه به کشورهای آسیای مرکزی که زیاده از 10 میلیارد دلار سالانه تشکیل میدهد، یعنی اونها کوشش به خرج میدهند با اون شرایط مساعد اقتصادی، شرایط مساعد مهاجرت مهنتی تا که کارهایی کنند که تا که مبلغ‌های انتقالی در خود فدراسیون روسیه استفاده برده شوند. به مثال چی؟ به مثال ساده کردن و بهتر نمودن گرفتن خوب شهروندی فدراسیون روسیه است که خوب شهروندان ما هم خب از یک نقطه نظر میتوانند که به این رو بیارند و این معنی دارد که مبلغ‌های انتقالی هم کم میشوند. با وجود بیش از 12 ساله حضور در بازار روسیه، مهاجران تاجیک هنوز نتوانستند مثل ازبکستانی ها که دست کم 2 نماینده آنها علیشیر عثمانوف و اسکندر محمودوف در صف میلیاردرهای اول روسیه جای یافتند، از میان خود یگان میلیاردر تاجیک تربیت کنند. از این نسل مهاجران تاجیک البته چند میلیونر با وجود آمد. خود مهاجران میگویند تربیت میلیاردرهای تاجیک در روسیه دیگر مرحله بعدی است که نسل دوم مهاجران باید به آن دست بیابد. با باوری آنها از این تقریبا 9 میلیون تاجیکی که در روسیه شهروندی گرفت و ماند و خانواده‌های خود را هم اینجا آورد، حتما نفر چند به صف نخبگان آینده سیاست و تجارت روسیه خواهند پیوست.
با توجیک‌ها نیز شاید یگان 10 ساله بعد مثل آذری‌ها یا ارمنی‌ها بتوانند در روسیه صاحب یک لابی با قوت شوند که دیگر کسی نه تنها جرأت بلکه دلیل هم برای روشن و جمشید گفتن به این مردم را نداشته باشد. با امید چنین یک روز.